پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 25 نوامبر سال 2022 در نخستین قرولتای یا انجمن مردمی کشورش اظهار داشت که قرقیزستان مسائل مرزیش با سه کشور همسایه خطای قزاقستان و ازبکستان را پاره حل کرد و تنها بحث‌های مرزیش با تاجیکستان حل نشده باقی مانده است. حالا ما پاره به حل مسائل مرزی با همسایه‌مان تاجیکستان سر کردیم و تمام کوشش‌های خود را به خرج خواهیم داد تا حل این مسئله را در کوتاه‌ترین فرصت به انجام برسانیم و قصد ما با وجود تمام مشکلات به نسل‌های آینده نماندن و حل کردن مسائل مرزی است که از یک حکومت به حکومت دیگر میراث میمانند. اظهار داشت جباروف. او همچنین اظهار داشت که نباید راه داد که برای یک پاره زمین مناقشه‌های مسلحانه روی بدهند، آدمان کشته شوند، پدر و مادران فرزندان با هزار امید کلان کرده‌اش را از دست بدهند. یگان چیز قیمت‌تر از جان انسان نیست. هفته گذشته در جریان بررسی سازشنامه‌های مرزی قرقیزستان و ازبکستان از جمله سرنوشت آبانبارهای بحثی کمپی رباط، جباروف برخی جزئیات مذاکرات مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را هم آشکار کرد و از جمله گفت تاجیکستان راضی شده است که منطقه بحثی چارکوچه در مرز دو کشور منطقه بی‌طرف اعلام کرده شود. بعد تصویب قراردادهای مرزی با ازبکستان جباروف با سر منبر آمد و به وکیلان برای پشتیبانیشان اظهار سپاس کرده گفت آنها میخواهند مشکلات مرزی با تاجیکستان را نیز الکی تا پایان سال 2022 حل کنند. صادر جباروف افزود که در جریان مذاکرات صورت گرفته از جمله نشست آخر هیئت‌های دو کشور پیرامون تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه با معاون سروزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف موثر شده است که جانب تاجیکستان را به گذشت در مسئله چارکوچه متقاعد کند. صادر جباروف افزود که اگر این توافق نهایی شود تاجیکستان از این منطقه تقریبا 20 عائله و قرقیزستان 4 عائله را می‌کوچاند. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز دو کشور جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه را مناقشه و رخ میدهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها میپیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف میشوند. در سال 2021 و 2022 در نتیجه ضدخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور از هر دو جانب در عموم نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر زخمی شدند. هر دو طرف در شروع درگیری‌های اخیر و قبلی یکدیگر را عیبدار می‌کنند.